من رسیدم موها رو داشتم رسیدم بروژ، شهر خیلی خوشگلی. خیلی خوشحالم که از اون بروسل اومدم بیرون. الان بروژم. آقا بارون میومد مثل چی. بعد جالبیش اینجا آقا تنها کسی که تو اتوبوس بود من بودم، یعنی یه دونه مسافر دیگه نبود و اینکه تقریبا این مسیر و خوبیش هم خب این بودش که اصلا این مسیر چند ساعته نرمالش مثلا 1 ساعت و 40 دقیقه بود. من فکر کنم 1 ساعت و ربع تقریبا 1 ساعت و ربع 20 دقیقه رسیدم که الان دیگه نزدیک چیزام گردم ایستگاه قطارم. بارونم بند اومده، شانس منه. یعنی من اصلا آب و هوا رو که می‌کنم نه من چیزا بردم، نه کت بارونی آوردم، رینکوت آوردم، نه چتر با خودم آوردم. الان توی هوا الان بارون قطع شد تا برم برسم بیام برم شهر بودشون. سلام از شهر بروژ زیبا در کشور بلژیک. آقا یعنی من از بین سفرهایی که تا حالا تو اروپا داشتم این اولین باری بود که وقتی من وارد بروسل شدم این حجم از یعنی کسایی که مثلا مردایی که میخوان واسه آدم مزاحمت ایجاد بکنن بهشون برخوردم. بکنم که اینقدر که بر من مثلا حالجونم مطلق می‌پرندن هرچی توی یک روز تو تهران من اینقدر نشنیده بودم و خیلی حالم از شهر به هم خورد و عمدتاً هم مال مش عرب بود. و یه چیز دیگه می‌خواستم بهتون بگم، من کلاً مثلا با آدمای خیلی مختلفی برخورد داشتم خب حالا سفرایی که رفتم و چیزی که برام خیلی عجیب بود اینه که همین الان مثلا تو ایستگاه قطار نگاه می‌کردم دخترای همسن سال من حتی خیلی کوچیک‌تر مثلا شاید 17 ساله رو می‌بینیم که 2 نفری تک نفری با دوستاشون سفر میرن. خب ولی بی برو برگرد من هر بار که به در واقع حالا به یه مسلمون برخورد کردم علل خصوص مردها همشون بدون در واقع بی برو برگرد این سوال مسخره رو از من پرسیدن می‌کنین که این سوال چی باشه. همشون از من پرسیدن که این خانوادت اینجا، بعد چطور خانوادت اجازه میدن که تو تنها سفر بری. اینو می‌خواستم بگم که حالا میگم وقتی که میفهمن مثلا از کدوم کشوری و اینکه مسلمان هستی برای همه اونها خیلی جای سوالی که چطور مثلا تنها سفر می‌ری و این خیلی به نظر دیدگاه مسخره‌ای بود. سر همین باز بستگی به مثلا دیدگاه خودتون و خانواده‌تون داره، ولی هیچ وقت با پسرای مسلمان دیت نرین، اصلا نرین، چون که یه همچین دیدگاه مسخره‌ای دارن. با خیلیاشون از کشورهای مختلف برخوردم و همشون اولین سوالی که میپرسن همین سوال مزخرف هستش. ولی خب ولش کنیم بزنیم ادامه سفرمون رو ادامه بریم. بروژ خیلی قشنگه، اصلا وقتتون یک روزم توی بروکسل به هدر ندیم، حتما بیاین فقط بروژ. Much
الان از این وافلا گرفتم. بعد وافلاش خیلی باحاله، یعنی با چیزه، با بستنی و توت فرنگی و شکلات بلژیکی اینا قاطی به چقدر خوشمزه. اگه مثلا با بزنین قیمتا رو اینجا بدیم، با هامون فرنگی بخوام همزاد فرنگی میشه حدود 6.5 یورو، ولی اونی که من خواستم با بستنیه که میشه تقریبا 8.5 یورو. بستنی و فرنگی و شکلات گفتن که 8.5 یورو. بچه‌ها می‌بینین از این چیزا گرفتم، واقعا خوشمزه است. ولی خب به نظر میاد گرونش 8.5 یورو، ولی به خاطر اینه که با بستنیه، یعنی این وافل با بستنی فرنگی و سس شکلاته. اینجاتون خیلی خوشمزه. بعد ببین اینجا چی داره، این مغازه مربوط به هری پاتره، واسه عاشقای هری پاتر، اما اصلا شکلات داره. بعد از این چکشو هم داره، مثلا میتونید بزنید شکلات رو بهتره کنید. با کلاه من ست شده. بعد چی داشتم بهتون میگفتم؟ گفتم که اگه بخوام با بروژ مقایسه، با بروسل مقایسه کنم، اصلا بروسل ارزش رفتن نداره. و اینکه اصلا خوشم نمیاد، ولی بروژ خیلی خوشگله. اصلا اینجا یه شهر دیگه از مال بلژیک نیست. بعد دیگه اگه اومدین خب یه فراید فیش داره، ماهی سرخ شده دارن. خب اسم ماهی کیبلینگ. بعد اینو حتما بخورم. حالا ساعت 6 یه رستوران قرار برم اونجا امتحان کنم. شما هم با من میایم ببینیم که طعمش چجوریه، چون که چند نفر من گفتن که حتما اومدی بلژیک اینو امتحان کن. چیزای دیگه که میایم بلژیک بعد امتحان کنیم، میدونستین سیب زمینی سرخ کرده از بلژیک میاد و اینکه شکلاتای بلژیکی هم خب خیلی خوشمزن. این دسته کم شکلات سوئیسی ندارن. این از این دیگه چی باید امتحان بکنین؟ وافل بخورین واسه مثل صبحونه و اینا. این کیبلینگز همینا.
قابل مقایسه با قطارهای سوئیس و حتی آلمان هم نیست، حتی قابل قیاس با لوکزامبورگ هم نیست. خب خیلی به نظرم قطاراش قدیمی و ترکیدن. بعد بابا اینقدر تکون میخوره ریل، الان میبینی الان دوربین داره تکون میخوره، این به خاطر چیزه، به خاطر اینکه روی ریل داره تکون میخوره. خلاصه اینکه تا من برسم به بروکسل امیدوارم سالم برسیم. اینجا وضع قطار، بعد صندلی‌ها ترکیده، بعد کسی اصلا چپ قطار کسی یعنی به زور گشتم مثلا یه صندلی تمیز پیدا کردم نشستم، چون که همشون نمیدونم یا عرق کردن یا کسی جیش کرده، نمیدونم چیه، انگار چندشه. من دیگه یه دونه به زور پیدا کردم ولی اصلا خوشم نیومد از حالا. بزنیم بریم به شهر برسیم. این سری رو من یک روز بروکسل میمونم، خب و دور بر اطرافش میخوام برم ببینم. یه روز دیگه هم احتمالا برم بروژ، بعد برمیگردم. الان این قسمتی که اومدم گرند پالاس فکر میکنم خیلی خوشگله. الان اینجا هم کنسرت دارن و خیلی خوشگله این میدون شهر، ولی به طور کلی خوشم نیومد از بروکسل آقا اصلا. میبینین دور و برو اینجای شهر خوشگله ها، بقیه قسمتاش انقدر شلوغه، یعنی بروکسل یه حالتی داره از اون شهرهایی که خوشم نیومد، انقدر شلوغه که حد نداره. This is how I feel and I can't stop. Opposites attract, I need you non-stop. Cause I know it ain't easy, we can still make it work. بریم داخلش. شکلات‌های سوئیسی رو که امتحان کردیم، یه بسته شکلات بلژیکی هم بخریم امتحان کنیم ببینیم که کیفیت کدوم شکلات هستن، بهتر شکلات‌های سوئیسی یا شکلات‌های بلژیکی. شما رأی بدین، سوئیس، بلژیک، کدوم به نظرت؟
شکلات بخریم. من برم این شکلاتمو باز کنم ببینم مزه چی داره چون باید همش خیلی خاص باشه و کلی در واقع اینجا شکلات مثل اثر هنری میمونه و خیلی شهر شلوغ یه جورایی به نظرم شبیه پاریسه. با این پاریس نرفتم ولی خب خوشگلیای خودشو داره دیگه. امیدوارم از این بلاگ خوشتون اومده باشه. منتظر سفر بعدی باشیم. چون خیابوناش خوشگلن میبینید. منتظر سفر بعدی باشین. بخوام ببینم که چقدر از این بلاگ استقبال میکنید تا قسمت بعدی رو براتون آپلود کنم. Just so I can hold you closer. Hold my heart just so I can feel it break. I'm a lot, but I would never be a loner. To never love in all of my days. Lit is my darkest. Love is the hardest. But faster, faster, faster I go. Gold in my pocket. I made a promise. And harder, harder, harder I hold. سلام بچه، حالتون چطوره؟ من الان اومدم در واقع قلعه توی شهر گنت و این تلفن کوچولوها که می‌بینین آدیو گایده که من گوش بدم ببینم چی میگه که بعد براتون توضیح بدم. و چیز جالبی که هستش، حالا این مثلا اینجا اتاقاش هستن، اتاقای مثلا شکنجه بوده یا اتاقایی بوده که مثلا دشمن اگه می‌خواسته وارد بشه توش گیر می‌کرده میافتاده اونجا و دیگه امکان خروجش نبوده. خب ولی جالبیش اینجاست که در واقع این قلعه حالا مثلا کینگ فیلیپ با الیزابت ازدواج کرده و بچه‌ها که بیشتر مثلا مشغول جنگ و اینا بوده، الیزابت به قول معروف زیر سرش بلند میشه با یه نفر از کنم شوالیه ها به اسم والتر، با اون میریزه رو بعد مشکلی که پیش میاد یک بار فیلیپ میرسه و والتر رو کلا سر و ته میزنه میکشه و اینا آویزونش میکنن و بعد از اون دوباره فکر میکنم یه جنگی شروع میشه. بعد ادامه‌اش گوش بدم ببینم چی میگه. بچه‌ها میبینین چجوری بعد از اینجا باریک رد شدن، کوله پشتی من رد نمیشه از اینجا. الان از این قایقای خیلی خوشگل سوار شدم، نفری حدود 8 یوروه واسه دانش آموزا اینا، ولی خیلی خوشگل، حدود 1 ساعت هم تورشه به نظرم. مثلا اینجا